در قلب جنوب آسیا دو کشور با گذشته مشترک اما آینده پرتنش دههاست که درگیر رقابتی خطرناک هستند. هند و پاکستان از زمان جدایی در سال 1947 تا کنون بارها در آستانه جنگ قرار گرفتند و گاهی هم درگیری‌های خونین میان دو کشور رخ داده است. در این ویدیو از رازنامه به این پرسش‌ها می‌پردازیم: چرا این دو کشور از هم جدا شدند؟ ریشه‌های تنش و اختلاف کجاست؟ در طول این سالها چه جنگ‌ها و درگیری‌های میانشان رخ داده است؟ وضعیت قدرت نظامی و زرادخانه‌های هسته‌ایشان چگونه است؟ و در نهایت این رقابت‌ها تا کجا ممکن است پیش برود؟ اگر به دنبال نگاه روشن و واقع‌گرایانه به یکی از خطرناکترین تنش‌های منطقه‌ای هستید، تا پایان این ویدیو با ما همراه باشید. قبل از اینکه به ادامه ویدیو بپردازیم، اگر از این سبک ویدیو خوشتان آمده، لطفاً ویدیو را لایک و کانال رازنامه را سابسکرایب کنید. در سال 1947 با پایان استعمار بریتانیا، سرزمین هند بریتانیایی بر اساس مذهب به دو کشور مستقل تقسیم شد: هند برای هندوها و پاکستان برای مسلمانان. این جدایی که به پیشنهاد و رهبری محمد علی جناح و با تصویب طرح تقسیم از سوی بریتانیا صورت گرفت، به منظور جلوگیری از درگیری‌های مذهبی و تأمین حقوق مسلمانان انجام شد. اما این تصمیم برخلاف هدف صلح‌آمیزش به یکی از خونبارترین تقسیمات تاریخ تبدیل شد. میلیون‌ها نفر مجبور به ترک خانه‌هایشان شدند و خشونت‌های فرقه‌ای جان صدها هزار نفر را گرفت. در این میان منطقه کشمیر که اکثریت جمعیتش مسلمان بودند اما تحت اداره یک حاکم هندو به نام مهاراجا هاری سینگ قرار داشت، به گرهگاه بحرانزا تبدیل شد، چرا که هر دو کشور مدعی مالکیت آن شدند. مهاراجا هاری سینگ، آخرین پادشاه دودمان سلطنتی جامو و کشمیر، تمایل داشت کشمیر به عنوان یک منطقه مستقل باقی بماند، نه به هند بپیوندد و نه به پاکستان. اما با آغاز شورش‌های داخلی و حمله قبایل مسلح تحت حمایت پاکستان، او برای دریافت کمک نظامی از هند سند الحاق را امضا کرد و رسما کشمیر را به هند واگذار نمود. این تصمیم از سوی پاکستان غیر قانونی قلمداد شد و زمینه سازی اولین جنگ هند و پاکستان در سال 1947 شد. از همان زمان مسئله کشمیر به اصلی ترین منبع تنش میان هند و پاکستان تبدیل شد، تنشی که آثار آن تا به امروز ادامه دارد. از زمان استقلال هند و پاکستان در سال 1947 هر دو کشور با هم 4 جنگ رسمی را تجربه کردند. نخستین جنگ در سال 1947 پس از الحاق کشمیر به هند آغاز شد. نیروهای قبیله‌ای مورد حمایت پاکستان وارد این منطقه شدند و جنگ تا سال 1948 ادامه یافت. این جنگ با آتش بس تحت نظارت سازمان ملل پایان یافت و کشمیر به 2 بخش تحت کنترل هند و پاکستان تقسیم شد. در این جنگ حدود 1500 نفر از هر طرف کشته و ده‌ها هزار نفر آواره شدند. در سال 1965 جنگ دوم بین هند و پاکستان با هدف تسلط پاکستان بر کشمیر آغاز شد. پس از چند هفته نبرد شدید، این جنگ با مداخله بین المللی و توافق تاشکند به پایان رسید. در این جنگ بیش از 6000 نفر کشته و ده‌ها هزار نفر مجروح و آواره شدند. در سال 1971 جنگ سوم به خاطر درگیری‌ها در پاکستان شرقی که بعدها به بنگلادش تبدیل شد رخ داد. در این جنگ هند با هدف حمایت از جنبش استقلال طلبانه پاکستان شرقی وارد جنگ شد و منجر به استقلال بنگلادش شد. آمار تلفات این جنگ طبق برآوردهای مختلف از 0.5 میلیون تا 3 میلیون و آمار بیجا شدگان تا حدود 10 میلیون نفر گزارش شده است. در سال 1999 درگیری کارگیل بین دو کشور رخ داد. شبه نظامیان پاکستانی به خط کنترل کشمیر وارد شده و مناطق را اشغال کردند. هند پس از چند ماه نبرد شدید موفق به پسگیری این مناطق شد. در این درگیری حدود 1000 نفر از هر دو طرف کشته شدند. این جنگ ها نه تنها تلفات سنگینی بر جا گذاشتند، بلکه خصومت و بی‌اعتمادی بین دو کشور را عمیق‌تر کردند. این بی‌اعتمادی همچنان در منطقه کشمیر ادامه دارد
و هر روز بر پیچیدگی‌های روابط دو کشور می‌افزاید. پس از پایان جنگ‌های رسمی، تنش میان هند و پاکستان نه تنها فروکش نکرد، بلکه وارد مرحله پیچیده‌تر شد. از ابتدای قرن 21 حوادث تلخ و مرگبار روابط این دو کشور را تحت شعاع قرار داده است. از حمله به پارلمان هند در 2001 گرفته تا حملات مرگبار ممبای در 2008 و حمله انتحاری پلوامه در 2019 همواره پای گروه‌های افراطی و تنش‌های سیاسی در میان بوده است. گروه‌هایی که هند آنها را وابسته به پاکستان می‌داند و اسلام آباد هر گونه دخالت دولتی را رد می‌کند. در تازه‌ترین بحران در اپریل 2025 حمله خونین در منطقه پهلگام کشمیر منجر به کشته شدن 26 گردشگر هندو شد. هند گروه‌های مستقر در پاکستان را مسئول آن دانسته و در واکنش عملیات نظامی سندور را آغاز کرد که شامل حملات هوایی به 9 هدف در خاک پاکستان و کشمیر تحت کنترل آن کشور بود. در نتیجه حملات متقابل طبق ادعای هند 70 ستیزجو کشته و 60 نفر زخمی شدند و طبق ادعای پاکستان 26 غیر نظامی کشته و 49 نفر دیگر زخمی شدند. پاکستان واکنش شدید به این اقدام نشان داد و آن را اعلام جنگ خواند و وعده پاسخ متقابل داد. در پی این تحولات نگرانی‌ها درباره احتمال درگیری تمام عیار میان دو قدرت هسته‌ای افزایش یافته است. نام سندور برای این عملیات انتخاب شد که به پودر سرخ رنگ سنتی اشاره دارد که زنان هندو پس از ازدواج بر پیشانی خود می‌زنند. این انتخاب نمادی از زندگی و پیوند زناشویی است و هند آن را به عنوان پاسخ نمادین به کشته شدن مردان متأهل در حمله پهلگام که اغلب تازه داماد بودند تلقی می‌کند. و این عملیات انتقام جویانه از آن روی سندور نامیده شده که گویی انتقام زنان بیوه شده در این حمله را که دیگر نمی‌توانند سندور بزنند می‌گیرد. در کنار این عملیات نظامی، هند 3 اقدام عمده دیگر را نیز انجام داده است. تعلیق پیمان‌های آب سند که از سال 1960 برقرار بود، قطع روابط تجاری و دیپلماتیک با پاکستان و بستن حریم هوایی و مرزهای زمینی. این اقدامات تأثیرات عمیقی بر مبادلات و روابط میان دو کشور گذاشت. این اقدامات نه تنها وابستگی‌های استراتژیک پاکستان به هند را هدف قرار داد، بلکه خطر شعله‌ور شدن یک درگیری تمام عیار را به سطح بی‌سابقه رسانده است. جهان بار دیگر نظاره‌گر بحرانی است که اگر کنترل نشود می‌تواند به ثبات منطقه‌ای و حتی امنیت جهانی آسیب وارد کند. در چنین فضای آینده روابط این دو کشور همچنان در ابهام و نگرانی فرو رفته است. در حال حاضر هند و پاکستان هر دو به سلاح‌های هسته‌ای مجهزند. هند در 18 می 1974 با آزمایش هسته‌ای اسماعیل بودا در پخران و با قدرت انفجاری 8 تا 10 کیلوتن به جمع قدرت‌های هسته‌ای پیوست. در پاسخ، پاکستان در 28 و 30 می 1998 با 2 آزمایش پشت سر هم با قدرت بین 15 تا 40 کیلوتن توان هسته‌ای خود را آشکار کرد و به نخستین کشور مسلمان دارای سلاح هسته‌ای تبدیل شد. در حال حاضر هند با حدود 180 کلاهک و پاکستان با 170 کلاهک هسته‌ای شناخته می شود. پاکستان علیرغم چالش‌های اقتصادی موفق شد توان بازدارندگی هسته‌ای خود را توسعه دهد و امروز این زرادخانه مهمترین تضمین امنیت ملی آن در برابر تهدیدات منطقه‌ای تلقی می شود. اما رقابت هسته‌ای میان این دو کشور تنها در تعداد کلاهک‌ها محدود نمی شود. هند سیاست عدم استفاده نخست را دنبال می کند، یعنی تنها در صورتی از سلاح هسته‌ای استفاده خواهد کرد که ابتدا هدف حمله هسته‌ای قرار بگیرد. در مقابل پاکستان به دلیل تهدیدات امنیتی از سوی هند سیاست استفاده نخست را حفظ کرده است، بدین معنا که در صورت احساس تهدید جدی ممکن است از سلاح هسته‌ای به طور پیش دستانه استفاده کند. این رقابت هسته‌ای نه تنها بر ثبات جنوب آسیا بلکه بر امنیت جهانی تأثیر می‌گذارد، زیرا هر گونه درگیری هسته‌ای ممکن است تبعات فاجعه آمیزی داشته باشد. بر اساس رتبه بندی گلوبال فایر پاور در سال 2025 هند در رتبه 4 و پاکستان در رتبه 12 قدرت‌های نظامی جهان قرار دارند.
این رتبه بندی بر اساس پارامترهای همچون تعداد نیروهای نظامی، تجهیزات و توانایی‌های صنعتی محاسبه می شود. هند با 1.4 میلیون نیروی فعال نظامی یکی از بزرگترین ارتش‌های جهان را دارد. از سوی دیگر پاکستان حدود 700,000 نیروی فعال دارد که این نسبت تقریبا نصف نیروی نظامی هند است. در این زمینه هند از مزیت قابل توجهی در مقایسه با پاکستان برخوردار است. در زمینه تجهیزات نظامی هند برتری قابل توجهی دارد. هند دارای بیش از 4,000 تانک، 600 هواپیمای جنگی و حدود 40 ناو جنگی است. این تجهیزات به هند این امکان را می دهد تا قدرت نظامی خود را در سطح منطقه‌ای و جهانی تقویت کند. در مقابل پاکستان با وجود داشتن 3,000 تانک، 400 هواپیمای جنگی و 10 ناو جنگی در مقایسه با هند از نظر کمیت و تنوع تجهیزات نظامی عقب‌تر است. اما پاکستان همچنان در زمینه توانمندی‌های تاکتیکی و نیروی انسانی ویژه توانایی‌هایی دارد که می‌تواند در مواقع بحران استفاده کند. این تفاوت‌ها باعث می‌شود که هند در صورت وقوع درگیری‌ها مزیت قابل توجهی در زمینه تجهیزات و نیروی نظامی داشته باشد. اما پاکستان همچنان با تکیه بر استراتژی‌های خاص و آمادگی برای درگیری‌های کوتاه مدت و مواضع دفاعی قابلیت‌های خود را حفظ کرده است. با توجه به تاریخچه پرتنش و پیچیده روابط هند و پاکستان، آینده این دو کشور همچنان در حاله از ابهام قرار دارد. رقابت‌های نظامی، بحران‌های کشمیر و نگرانی‌های هسته‌ای ممکن است در آینده به افزایش تنش‌ها منجر شود. اما آیا این دو کشور به سمت صلح و همکاری خواهند رفت یا این رقابت‌های مداوم تبدیل به تهدید جدی‌تر برای منطقه خواهند شد؟ پاسخ به این سوالات برمیگردد به نحوه سیاست‌ها و رویکردهای هر دو کشور. نظر شما چیست؟ آیا راهی برای کاهش تنش‌ها بین هند و پاکستان وجود دارد یا این رقابت‌ها تنها به سمت یک بحران بزرگتر خواهد رفت؟ لطفاً نظرات خود را در بخش کامنت‌ها با ما و دیگران به اشتراک بگذارید و اگر از این ویدیو خوشتان آمد حتما لایک کنید و برای دریافت ویدیوهای بیشتر کانال رازنامه را سابسکرایب کنید. با حمایت شما می توانیم بیشتر در این زمینه‌ها کاوش کنیم. تا دیدار دیگر، بدرود.